سلام، روز همگی بخیر. یه پرونده‌ای دارم ویژه اقتصادی. دادسرا اومد یه قراری صادر کرد برای متهمی. موکل من رو با قرار وثیقه یه عددی فرستاد زندان. رفت کارشناسی، 5-6 تا کارشناس متعدد گرفتن و طبق یه دونه از این 5-6 تا نظر کارشناسی یه قرار سنگینی برای موکلین مصادر کردن و زندان. پرونده قرار جلب دادرسی کیفرخواست، رفت کیفر یک هم بهش رسیدگی کرد، حبس صادر کرد. ما تو تمام مراحل تقلیل قرار خواستیم ولی بهش پاسخ داده نشد. از اونجا پرونده رفت دیوان. الان قاضی دیوان بررسی کرده، میگه بله با توجه به مواردی که شما میگین و کارشناسی که وجود داره تقلیل قرار میشه زد، ولی من پرونده رو نقص تحقیقات گرفتم، پرونده رو برگردوندم کیفر یک هم میگه قاعده فراغ دادرسه، من دیگه نمیتونم بهش رسیدگی کنم، پرونده رو تازه خودم نقص تحقیقاتش انجام نمیدم، برمیگردونم به دادسرا انجام. دادسرا هم که میگه من قرارمو زدم، اصلا نمیتونم ورود کنم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. به نظر شما اینجا راهکارش چیه؟ الان نقص تحقیقات 6 ماه تا 1 سال طول میکشه، ولی قاضی دیوان هم نظرش بر اینه که بله میتونسته که میتونه قرار کم بشه و در اینجا ما چه راهکاری داریم که بتونیم قرار رو تقلیل بدیم قانونی و موکلمون رو این 6 ماه 1 سال نذاریم زندان بمونه و آزادش کنیم.